شرکت آیرس مسئول نگاه و بین روزهای دوشنبه خوجند چنوخ که روز دوم مارد بعد 2 روز بسته شویش از کشوده شدن این یگانه روی بین شمال و مرکز تاجیکستان خبر داد. الکی ساعت 12 خبر داد که این راه به سبب فرآمدن ترمه دیگرباره مسدود شد. در کیلومتر 80 روی دوشنبه چلوخ ترمه فرآمده که پهنایش 48 متر و بلندیش 5 متر می باشد. بنابراین حرکت نقلیات را موقتا باز داشته برطرف کنی آن ادامه دارد. گفته می شود در اطلاع نشر شده در صفحه این شرکت در فیسبوک آیرس می افزاید رانندگان و مسافران مطمئن باشند که در نزدیکترین فرصت ترمه ذکر شده برطرف می شود. روز دوشنبه خوجند چنوخ روز 9 مارد در پی فرو ریختن یک باره 46 ترمه در قسمت های گوناگون این راه اساساً در دره ورزو و سرگای وادی زرافشان بسته شد. روز 2 مارد در این راه باز حدود 15 ترمه دیگر زد. شورای دوشنبه خوجند چنوخ یگانه روی زمینی است که ولایت سوخت در شمال تاجیکستان با قسمت های باقی مانده این جمهوری از جمله با پایتختش شهر دوشنبه می پیوندد. تا ساخته شدن نقب استقلال در این شورای یگانه روی بین شمال و مرکز تاجیکستان از طریق عقبه انزو بود که در زمستان بسته می شد. بنا به پیشبینی هواشناسان تا پایان هفته جاری خطر فرآمدن ترمه ها، سنگریزی و سیل و آبخیزی بخصوص در منطقه های کوهستانی تاجیکستان باقی میماند. به این دلیل کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان خواست که در این روزها از سفرهای بدون ضرورت با راههای کوهستانی، انجام کارهای صحرایی، چراندن چاروا، جمع‌آوری هیزم و علفهای بهاری، ماهیگیری و شکار در کوه‌ها خودداری کنند.